سلام ببر عکس گل لایت شیپر، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو تکنیک دابل اکسپوژر در فتوشاپ رو میخوایم با هم یاد بگیریم. پس بدون معطلی بریم بیایم. بسیار هم عالی. این عکس ماه هست که میخوایم تکنیک دابل اکسپوژر رو روش انجام بدیم. این عکس دوم ماه هست که میخوایم این عکس رو بندازیم در واقع روی عکس اولمون. خیلی خب برمیگردیم میایم روی عکس اولمون. اینجا تنها کاری که باید بکنیم اینه که عکسمون رو سلکت بکنیم. حالا با هر ابزار و هر کاری که راحت ترین این کار رو انجام بدیم. من میرم تو قسمت سلکت و از اینجا سابجکت رو انتخاب میکنم. خیلی خب همونجوری که میبینید چون این ماشین هم تقریبا همرنگ سوژمه، انگار سوژه تشخیص دادتش رو سلکتش کرده. یا حالا با کویک سلکشن تول میام اینجوری خودم یه سلکت دستی رو انجام میدم. بعد از اینکه سلکتم تموم شد میام این قسمت پایین سمت راست ماسک رو اضافه میکنم به عکسم. الان باید چیکار بکنیم؟ میایم اون عکس دوممون رو برمیداریم و موو میکنیم، میکشیم میندازیمش روی همین عکسمون. خب عکس اگر یک مقدار کوچیک بزرگ چیزی بود کنترل تی بزنید و حالا دیگه خودتون سایزش رو اوکی بکنید. حالا من اسم میکنم همچین سایزی واسهش اوکی باشه. بعدش میایم اینجا مود لیر رو میذاریم رو حالت اسکرین. خیلی خب بعدش ببینید با موس بیاد بین دو تا لیر که وایسین یه همچین علامتی به ما نشون میده. آلتو که نگه دارید و یه دونه کلیک چپ بکنید کلیپ اند ماسکش میکنه. یعنی عکس بالایی رو کلیپ اند ماسک میکنه روی عکس پایینی ها. خیلی خب برای بک‌گراند هم میریم تو ادجستمنت ها و ساید کالر رو انتخاب میکنیم و یه رنگی رو حالا ست میکنیم. بعد برمی‌داریم این ساید کالر رو میندازیمش پایین دیگه دابل کلیک هم میکنیم روش و حالا دیگه هر رنگی که دوست داشتیم رو بهش میدیم. خیلی خب بعد میایم رو لیر اولمون که همون عکس بود جابجاش میکنیم. یه کمی حالا من میارمش اینورتر که صورت معلوم باشه که یه کمی بهتر خودش رو نشون بده. خیلی خب بعد از اینکه دیگه سلکتش کردیم می‌خواستیم جایشو پاک کنیم روی همون لیری که بودیم میایم ماسکش میکنیم. ببینید بچه‌ها ماسک سفیده. براشی که می‌خوایم برداریم براش رنگش باید مشکی باشه. فلاش هم میذاریم طرفای 30% و آروم آروم اینجوری میایم براش میزنیم که اون عکس محو بشه و صورت یه جوری خودشو بهتر نشون بده. خیلی خب دیگه جای دیگه کار دیگه هم نداریم و اینجا میایم این سرشونش هم یکم براش میزنیم که اون بافتی که پوشیده معلوم باشه، به نظرم جذاب‌تر میشه. به همین راحتی. بعدش هم دیگه هر موقع خواستیم میتونید بیاین اینجا بک‌گراند رو عوض کنیم. من یه کوچولو روشن‌ترش میکنم. آره این خیلی بهتر شد. خیلی خب یه بیفور افتر هم ببینیم اصلا چیکار کردیم. این قبلش و اینم بعدش. بسیار هم عالی. به همین راحتی تونستیم تکنیک دابل اکسپوژر در فتوشاپ رو با هم یاد بگیریم. امیدوارم که با این آموزش حال کرده باشین. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید و زنگوله هم بزنید. کامنت انگلیسی فراموش نشه. بای.